دقیقاً 18 سال پیش بود که من ویکی رو راه اندازی کردم. اولین شرکت بزرگم. در ادامه داستان چگونگی این اتفاق اومده. من در تابستان 2006 از دانشگاه سن پترزبورگ فارغ التحصیل شدم. میخواستم با همکلاسی‌های سابقم در ارتباط بمونم، اما میدونستم بدون یک وبسایت که همه بتونن یکدیگر رو پیدا کنن این کار سخت خواهد بود. بنابراین در اواخر آگوست 2006 هدفی تعیین کردم: ساخت یک شبکه اجتماعی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، آن هم در 4 هفته. من در برنامه‌نویسی خوب بودم. در 12 سالگی بازی‌های وب محور با انیمیشن‌های برداری و افکت‌های صوتی می‌ساختم. در 13 سالگی از من خواسته شد تا به بچه‌های بزرگتر زبان برنامه‌نویسی پاسکال رو در اردوهای تابستونی آموزش بدم. با این حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک شبکه اجتماعی کامل در 4 هفته از اعتماد به سقف بالام بود. تازه اوضاع رو بدترم کردم. من تصمیم گرفتم از هیچ ماژول آماده‌ای استفاده نکنم. می‌خواستم همه چیز را از ابتدا بسازم، از پروفایل‌ها و پیام‌های خصوصی گرفته تا آلبوم‌های عکس و جستجو. این کار بسیار بزرگ به نظر می‌رسید. از کجا باید شروع می‌کردم؟ در آن زمان برادرم نیکولای در آلمان زندگی می‌کرد. نیکولای یک ریاضیدان و برنامه‌نویس الگوریتمی برجسته است. او همیشه توسعه وب رو پایین‌تر از کار خودش می‌دونست و در آن زمان نیکولای روی پایان‌نامه ریاضی خود در دانشگاه ماکس پلانک کار می‌کرد. او از کمک به من در برنامه‌نویسی خودداری کرد، اما مشاوره داد و گفت که ابتدا کد احراز هویت کاربر را بنویس و در نهایت بهم گفت که از پسش برمیام. این منطقی بود. من با یک صفحه ورود که سشن ها رو تولید می‌کرد شروع کردم. سشن ها می‌توانستند برای شناسایی کاربران، نمایش صفحات پروفایل آنها و اجازه ویرایش آنها استفاده بشن. حتی فرآیند ثبت نام هم میتونست منتظر بمونه. من ورودی‌های اولین کاربران رو به صورت دستی در پایگاه داده پیش بردم. در اون زمان بود که به وضوح فهمیدم هر کار پیچیده‌ای فقط ترکیبی از بسیاری از کارهای ساده است. اگر یک پروژه بزرگ رو به بخش‌های قابل مدیریت تقسیم کنید و اونا رو به ترتیب درست قرار بدید، میتونید هر کاری رو انجام بدید. در تئوری، در عمل شما با انواع موانع فنی مواجه میشید که پایداری شما را آزمایش میکنن. در سپتامبر سال 2006 معمولاً 20 ساعت پشت سر هم کد مینوشتم، یک وعده غذا میخوردم و سپس 10 ساعت میخوابیدم. بعد از یک روز کاری یک سطل پاستا برای خودم میجوشاندم و با مقدار زیادی پنیر میخوردم. غذای دیگری لازم نبود. برایم مهم نبود که بیرون روز است یا شب. ارتباطات اجتماعی متوقف شده بود. تنها چیزی که مهم بود کد بود. سعی کردم هر بخش از پروژه هم بی‌نقص باشد و این زمان می‌برد. وسواس در جزئیات کمکی به انجام همه کارها در 4 هفته نمی‌کرد، اما تنها عضو تیم بودن به من اجازه میداد زمان صرف شده برای ارتباط داخلی رو به حداقل برسونم و از اونجا که هر خط از کد پایه رو از بر بودم میتونستم سریعتر باگا رو پیدا و رفع کنم. در 10 اکتبر سال 2006 نسخه بتای شبکه اجتماعی رو راه اندازی کردم. اون رو وی کانتکت یا ویکی نامیدم که به معنای در تماس است. ساخت آن 6 هفته به جای 4 هفته طول کشید، اما نتیجه ارزشش رو داشت. کاربرانی که از پروژه قبلی میشناختم که یک پورتال دانشجویی که از سال 2003 ساخته بودم بود، دعوت کردم. هزاران نفر ثبت نام کردند و شروع به دعوت دوستان کردند. من به سرعت ویژگی‌های جدید اضافه کردم و رقبا تلاش کردند تا به پای ما برسند. چند ماه بعد یک توسعه دهنده دیگر استخدام کردم. در آن زمان ویکی تقریباً 1 میلیون عضو داشت. در عرض 7 سال ویکی به 100 میلیون کاربر ماهانه رسید. در آن زمان توسط هیئت مدیره ویکی اخراج شدم. بنابراین این شرکت را ترک کردم تا به طور کامل بر روی تلگرام تمرکز کنم. آن تجربه ساختن اولین نسخه ویکی به تنهایی در سال 2006 آنقدر ارزشمند بود که مسئول شغلی من را تعریف کرد. من به عنوان تنها عضو تیم محصول مجبور بودم کارهای یک توسعه دهنده فرانت اند، بک اند، طراح یو آی یو ایکس، مدیر سیستم و مدیر محصول را همزمان انجام دهم. من به درک اصول همه این شغل‌ها رسیدم. جزئی ترین جزئیات نحوه کار یک شبکه اجتماعی را یاد گرفتم و همچنین یاد گرفتم که هیچ کار پیچیده‌ای در این دنیا وجود ندارد. فقط بسیاری از کارهای کوچک هستند که وقتی با هم ترکیب می‌شوند ترسناک به نظر می‌رسند. یک کار بزرگ را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید، اونها را به ترتیب درست سازماندهی کنید و در نهایت به قول برادرم از پسش برمیایید. چیزی که شنیدید حرفای سازنده تلگرام پاول دورف بود که در واقع در رابطه با شروع زندگی حرفه‌ایش نوشته بود که همین چند روز پیش هم منتشر شد توی چنل تلگرامیش و ما گفتیم که اول پادکست این رو برای شما بگذاریم که در نهایت وقتی این 20 خورده دقیقه پادکست تموم شد شما این حرفا براتون منطقی تر به نظر میاد، چون این حرفا در واقع در رابطه با اصول
طراحی برنامه هاست، در مورد اینه که چطور اهمالکاری نکنیم، در مورد اینکه چطوری کاملگرایی نکنیم. چون ما در واقع در زندگی روزمرهمون بسیاری از افراد و برنامه‌نویس‌ها رو میشناسیم که یه سری پروژه ها رو استارت میزنن ولی طولی نمیکشه که پروژهشون رو نیمه کاره رها میکنن. بسیاری این موضوع رو به نبود انگیزه، اهمالکاری، کاملگرایی و البته نداشتن دانش فنی ربط میدن. توی این قسمت از پادکست زدوان من و شایان در این رابطه بحث میکنیم و از اصول طراحی برنامه‌ها تا اهمالکاری و کاملگرایی و البته موضوع مهم عجله حرف میزنیم و در نهایت سعی میکنیم در قسمت‌های بعدی چند متخصص رو برای تایید و بررسی علمی‌تر این موضوعات در این پادکست بیاریم. با ما همراه باشید و مرسی که از همین الان ما رو گوش میدید. خب شایان، سلام علیکی. چیزی؟ درود بچه‌ها، من شایانم. مرسی از فرهان. اتفاقا ما چند روز پیش از بچهای کانال زدوان توی تلگرام پرسیدیم که آقا چی میشه که ما یه پروژه رو نیمه کاره رها میکنیم. خب بچه‌ها کامنت‌های باحالی گذاشتن. مثلا ابوالفضل گفته دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. برای خودم معمولا این بوده که یهو وارد یه پروژه میشم و اون میل اولیه کم کم فروکش میکنه و وقتی آروم آروم وارد قسمت‌های پیچیده کار میشم حوصله ادامه دادن ندارم. ابوالفضل داره به کم شدن تدریجی انگیزه و پیچیدگی‌های پروژه اشاره میکنه. پیچیدگی‌هایی که باعث میشن پروژه رو رها کنیم. و خب ما امروز از دلایل ترک پروژه میگیم و این دلایل رو با هم دیگه بررسی میکنیم و سعی میکنیم تا حدودی اینها رو مدیریت کنیم. خب 3 تا از دلایلی که به طور گسترده باعث ترک پروژه ها میشن، در رتبه اول پیچیدگی و دشواری پروژه هاست و در رتبه دوم مدیریت ضعیف زمان که ربط پیدا میکنه به اعمالکاری و در نهایت عدم انگیزه و علاقه هستش. در حقیقت 2 تا دلیل قبلی باعث تأثیر روی انگیزه و علاقه میشن و در نهایت کاهش انگیزه باعث رها کردن پروژه یا اون برنامه ما میشه. درسته. پس شایان بیا از پیچیدگی و دشواری پروژه ها شروع کنیم. بعضی اوقات هست که پیچیدگی های یه پروژه به شدت زیاد میشه و مشکلات فنی مثل نداشتن یه سخت افزار خوب و مشکلاتی از قبیل سرمایه اولیه و اینا باعث میشه که ما یه پروژه رو ترک کنیم و توش نمونیم. اما مثلا در مورد پیچیدگی‌های پروژه نرم افزاری میتونه یکی از دلایلش این باشه که ما از همون اول جای ساخت یه برنامه که کار اصلی رو بکنه و خیلی ساده باشه دنبال این هستیم که خیلی فنسی و خفن بریم جلو، کلی ویژگی داشته باشیم از همون اول و به عبارتی غوره نشده مویز بشیم. درسته. یکی از دلایل ترک پروژه ها میتونه بلند پروازی باشه. اما اگه بلند پروازی نکردی و با مشکلاتی مثل کمبود سخت افزار، منابع مالی یا پیچیدگی‌های قانونی مواجه شدی، ممکنه که حق با شما باشه و ترک پروژه تصمیم درستی به نظر برسه. ولی اگه بلند پروازی میکنی یا نمیدونی از کجا باید شروع کنی، یادگیری اصول طراحی و برنامه‌ریزی پروژه ها، مثلا پروژه برنامه‌نویسی یا درس خوندن، میتونه کمکت کنه تا بهتر مسیر رو پیدا کنی. طراحی و برنامه‌ریزی پروژه ها در حقیقت چیز خیلی سخت یا عجیبی نیست. یه سری مرحله قبل از انجام پروژه هست که ما انجام میدیم تا بهمون کمک کنه که قبل از پروژه چاله چوله هاش رو کم و بیش ببینیم و بتونیم سختی های پروژه، پیش نیازاش و کارهایی که باید بکنیم رو با برنامه‌ریزی پیش ببریم. حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این مرحله ها اصلا چیان؟ اولین مرحله تعریف هدف پروژه است. توی این مرحله برای شروع هر پروژه‌ای باید بتونیم هدف خودمون رو به صورت واضح و مختصر تعیین کنیم. منظور شایان از مختصر بودن اینه که توی 1-2 تا جمله بتونیم بگیم که دقیقاً چی میخوایم و هدفمون از شروع اون پروژه چیه و میخوایم به چی برسیم. آره دقیقاً. اگر پروژه ما یه پروژه برنامه‌نویسی باشه، یکی از نکاتی که به نظرم در این بحث مهمه و باید بگم اینه که باید اهدافمون رو از دید کاربری که میخواد از برنامه استفاده کنه بنویسیم. چون این باعث میشه که از همون اول کمی از دیدگاه یوزر به برنامه نگاه کرده باشیم و بدونیم هدف یوزر از برنامه به طور کلی چیه. آره درسته. مثلا چند از مثالایی که میتونیم برای این مرحله بزنیم، مثلا برنامه‌ای که به من به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای کمک کنه تا برنامه‌های تمرینی خودم رو مدیریت کنم و پیشرفت خودم رو ببینم. یا مثلا برنامه‌ای که به من به عنوان صاحب خونه کمک میکنه که مصرف انرژی خونم رو بهینه کنم و هزینه‌ام رو کاهش بدم. یا اینکه برنامه‌ای برای عینک‌های AR یا واقعیت افزوده که من به عنوان کاربر ازش استفاده کنم و بتونم با نگاه کردن به اشیاء اطرافم نام اونا رو به زبان انگلیسی ببینم تا تجربه یادگیری کلمات رو برای خودم واقعی تر کنم.
آره، یا مثلا برنامه‌ای که به من به عنوان هنرمند اجازه میده که آثار هنری دیجیتالم رو به صورت NFT به خریدارها بفروشم و اگرم من به عنوان خریدار قراره که آثار هنری رو بخرم، بتونم توی همین پلتفرم آلبومی از آثار خریداری شده داشته باشم. چیزی که در مورد این مثال به نظر خودم خیلی جذابه اینه که من اینجا دارم خودم رو جای دو نوع کاربر میذارم و اهداف اصلیم رو برای اونها بیان میکنم. و موضوع مهم دیگه اینه که هدف تو نهایتاً توی همین دو جمله خلاصه میشه. میتونستی بیشتر بنویسی و بگی مثلا من میخوام قسمت افلییت مارکتینگ داشته باشم، یا مثلا میخوام اگه یه نفر رفت یه تابلوی نقاشی دیجیتال خرید توی صفحه اولش از این به بعد تابلوهای نقاشی بیاد چون به احتمال زیاد علاقه داره. یعنی یه صفحه فید داشته باشی و کلی چیز دیگه. آره دقیقاً درسته. خب پس چرا این کارو نمی‌کنی؟ سوال خوبیه. دلیلش اینه که اینا ویژگی هستن و درسته توی این دایره هدف میگنجن، ولی در اصل ویژگی‌هایی هستن که باعث میشه برنامه من بهتر بشه. ولی هدف اصلی من اینجا اینه که کاربر من به عنوان یه هنرمند جایی رو داشته باشه که آثار هنریش رو به صورت NFT بفروشه و خریدارم یه آلبوم از چیزایی که خریده داشته باشه. همین. بعدا میتونم کلی ویژگی اضافه کنم. میتونم بیام بگم این آلبوم اصلا کلکسیونه و این کلکسیون رو هم به عنوان خریدار میتونی بعدا بفروشی. ولی فعلا هدف من اینا نیست. حتی اگه باشم باید این رو بگم که ما در این مرحله باید سعی کنیم اصل ماجرا رو بنویسیم و به اصل ماجرا فکر کنیم. چون بلندپروازی توی مرحله تعیین هدف باعث میشه که مراحل دیگه به شدت پیچیده بشن و تبدیل ایده‌تون به کد رو سخت‌تر میکنه. پس بیایید نهایت سادگی رو توی این مرحله به کار ببریم و توی 2-3 تا جمله از دیدگاه کاربر و یوزر بگیم که برای چی این پروژه رو شروع. درسته. برای اینکه بهتر موضوع رو درک کنیم یه مثال غیر برنامه‌نویسی هم میزنم. مثلا خوندن زبان. اگه مثلا هدفتون از خوندن زبان توریستی رفتن به یه جایی هست، پس نیازی به گرامر خیلی قوی یا تلفظ خفن ندارید. حتی نیازی نیست آنچنان بلد باشید که مثلا very good میشه excellent. توی ویدیو دیدم طرف میگفت کلا از کلمه very استفاده نکنید. مثلا به جای very good بگید excellent. اوکی، من میرم یه جایی میگم very good، طرف میفهمه دیگه. نیازی نیست حتما برم مترادفای خفنش رو یاد بگیرم. ولی اگه بخوام معلم زبان بشم چی؟ باید بلد باشم. حتی باید استفاده هم بکنم. باید گرامر قوی داشته باشم اصلا. پس هدف من حتی راه من و مقدار تلاشی که نیازه رو هم مشخص میکنه و حتی منابع مطالعه من رو هم تحت تاثیر قرار میده. هدف خیلی مهمه. دقیقاً. حالا که هدفمون رو مشخص کردیم، باید نیازمندی‌های پروژه رو هم تعیین کنیم. یعنی باید قابلیت‌ها و چالش‌های پروژه رو به صورت مختصر و واضح و البته لیست‌طور بنویسیم. یعنی یه سری لیست داشته باشیم که بگیم آقا اینا قابلیت‌هامون هستن و اینا هم چالش‌های مورد نیاز این پروژه‌ن که باید باهاشون کار کنیم. توی این مرحله نکته خیلی مهم و چاله‌ای که برای تازه‌کارا وجود داره و باید ازش دوری کنن اینه که تمرکز خودمون رو باید روی این بگذاریم که چه چیزایی قابلیت‌های مورد نیاز ما میشن و چه چیزایی چالش‌های موجود توی پروژه هستن و بیخیال این بشیم که بخوایم به چگونگی پیاده‌سازی این چالش‌ها و قابلیت‌ها توی این مرحله فکر بکنیم. اتفاقاً یکی دیگه از بچه‌ها به اسم نیما زیر همون پستی که گذاشتیم توی تلگرام نوشته بود مهمترین عامل میتونه ذوق و شوق اولیه باشه و انرژی کاذب بده که برای من معمولاً باعث میشه چند تا فیلد رو همزمان بخوام پیش ببرم و وقتی قسمت مقدماتی کار تموم میشه به علت تخصصی شدنشون میل ادامش از سرم بره. مهمترین چیز به نظر اینه که از خودمون انتظار آچار فرانسه شدن رو نداشته باشیم و عجله نکنیم. دم نیما گرم بابت کامنتش و نکته جالبی هم گفته. عجله نکردن رو ما میتونیم با همین انجام دادن اصول طراحی و برنامه‌ریزی اوکیش کنیم، چون باعث میشن که قبل از شروع پروژه کلی فکر کنیم و این موضوع که تخصصی شدن قضایا باعث میشه که ما بیخیال اون پروژه بشیم ربط جالبی پیدا میکنه به مرحله تعریف نیازمندی ها و میتونیم تا حدودی توی این مرحله این موضوع رو هم مدیریت کنیم. مثلا بیاید با همون مثال NFT بریم جلو، ولی قبل از اون یه مثال غیر برنامه‌نویسی بزنیم. مثلا من میخوام قبل از ورود به دانشگاه کتاب ریاضی 1 رو بخونم. خب این شد هدف. حالا اینجا نیازمندی‌های من چیه؟ یه خودکار، یه مچ کاغذ، زمانی برای مطالعه و یه منبع برای مطالعه مباحث ریاضی 1 ترجیحاً کاغذی، یعنی کتاب. چالشم چیه؟ اینکه کتاب رو بخرم. چون مثلا گرونه و میخوام ارزون بخرم. الان تو این مرحله به این فکر نمی‌کنم که چی کار کنم که این رو ارزون بخرم. چون تو این مرحله من باید وقتم رو بذارم ببینم چی نیاز دارم برای اینکه به هدفم برسم. اگه بخوام به این فکر کنم که وای کتاب گرونه، اصلا این افکار و اضطراب‌ها به من اجازه نمیدن که چالش‌های دیگه یا نیازمندی‌های دیگه هم رو بنویسم. توی مرحله بعدی
میتونم به این فکر کنم که اوکی، جای خرید کتاب نو میرم یک کتاب دست دوم از دیوار میخرم. اوکی است و کارمو راه میندازه به هر حال و باعث میشه که از دست اون کاملگرایی فرار کنم. دلیلی که از کلمه کاملگرایی جای کمالگرایی استفاده می‌کنیم اینه که به نظر ما کاملگرایی کلمه مناسب‌تری هستش، چون که شما به عنوان یه برنامه‌نویس یا انسان یا حالا کسی که دوست داره پیشرفت کنه اصولاً این کمالگرایی رو دارید و اصلا باید داشته باشید و فکر می‌کنیم این زمانی به ما صدمه میزنه که عجله کنیم و در نهایت باعث بشه که ما بخوایم همون لحظه که پروژه رو استارت زدیم کامل باشه. این رسما نشدنیه. به همین خاطر از کلمه کاملگرایی جای کمالگرایی استفاده می‌کنیم. اما برگردیم سر وقت مثال NFT. هدف ما این بود که کاربر هنرمند بتونه آثار دیجیتالش رو به صورت NFT بفروشه. خریدارم بتونه آثار رو بخره و یه آلبوم از آثار خریداری شده توی اون برنامه ما داشته باشه. حالا توی مرحله تعریف نیازمندی بریم ببینیم نیازمندیامون برای این پروژه چیه. یه سری قابلیت‌های اصلی نیاز داره. چرا؟ چون اگه اینا نباشن این ایده رو نمیشه اجرا کرد. خب بریم سراغ قابلیت‌ها و نیازمندی‌های پروژه NFT و چند تا مثال بزنم. مثلا یه صفحه ثبت نام و ورود کاربران که کاربر ما بتونه یه حساب کاربری ایجاد کنه و ورود کنه. یه صفحه ایجاد مدیریت پروفایل که کاربر بتونه پروفایل خودش رو ایجاد و ویرایش کنه. یه صفحه آپلود مدیریت آثار هنری که هنرمندا بتونن آثار هنری دیجیتال خودشون رو آپلود کنن و توضیحات مربوطش رو بنویسن. یه صفحه خرید و فروش آثار هنری که کاربرا بتونن آثار هنری دیجیتال رو به صورت NFT خریداری کنن یا به فروش برسونن. و یه صفحه پرداخت که سیستم از روش‌های پرداخت مختلف پشتیبانی کنه و تسویه حساب رو به صورت امن انجام بده. خب همه پروژه ها چالش های خاص خودشون رو دارند که ما در این مرحله با توجه به نیازمندی هامون چالش های پروژه رو هم به صورت لیستی می‌نویسیم. مثلا اولیش امنیت، دومیش مقیاس پذیری و سومیش در این پروژه پشتیبانی از چند ارز دیجیتال. در مورد امنیت باید بگم که سیستم ما باید از پروتکل‌های امنیتی قوی برای حفاظت از اطلاعات کاربران و تراکنش‌ها استفاده کنه. در مورد مقیاس پذیری میتونیم اینجوری بگیم که پلتفرم ما باید قابلیت مقیاس پذیری خوبی داشته باشه که بتونه تعداد زیاد کاربر و تراکنش رو مدیریت کنه. و در مورد پشتیبانی از چند ارز دیجیتال هم میتونیم اینو بگیم که سیستم ما باید از چند ارز دیجیتال برای خرید فروش NFT پشتیبانی کنه. بعد از اینکه نیازمندی‌ها و چالش‌های پروژه‌مون رو لیست کردیم، الان میتونیم به فکر یه راهی برای طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌مون بر اساس اهداف و البته نیازمندی‌ها و چالش‌هامون باشیم. پس رسیدیم به مرحله طراحی و برنامه‌ریزی. تو این مرحله یه طرح کلی از پروژه و برنامه خودمون رو ایجاد می‌کنیم. این طرحی که ایجاد می‌کنیم شامل دو تا چیزه. یکی اینکه طرح ما بخشای اصلی برنامه رو بهمون نشون میده. مثلا برای پروژه NFT ما یه صفحه ثبت نام و لاگین داریم، یه صفحه پروفایل داریم، یه صفحه داریم که کل آثار آپلود شده اونجا هستن و یه صفحه هم داریم برای پست کردن آثار. در نهایت هم یه صفحه خرید و پرداخت. پس اینا صفحات اصلی پروژه ما هستن. دومین چیزی که طرح ما باید داشته باشه اینه که نحوه ارتباط بین بخش‌های اصلی پروژه رو به ما نشون بده. برای اینکه بتونیم این کارو کنیم، اول از همه بهتره که سعی کنیم که هر کدوم از بخش‌های اصلی پروژه رو به قسمت‌های کوچکتر و قابل مدیریت تری تقسیم کنیم. یعنی مثلا بگیم صفحه ثبت نام و لاگین چند تا بخش کوچکتر داره، فرم لاگین مثلا و فرم ثبت نام. و یا مثلا صفحه پروفایل چند تا قسمت کوچولوتر داره، مثلا چیا؟ مثلا قسمت آپلود تصویر داره، قسمت انتخاب نقش کاربری داره، قسمت اطلاعات شخصی و در نهایت قسمت تایید اطلاعات کارت بانکی یا کیف پول برای ثبت کردن کیف پول هنرمند در سیستم. وقتی که این کار رو با هر کدوم از بخش‌های اصلی برنامه کردیم، میتونیم در نظر بگیریم که هر کدوم از این بخش‌ها باید با کدوم بخش ارتباط بگیره و میتونیم برای نشون دادن ارتباط بین این بخش‌ها یک گراف بکشیم. خب حالا که طرح کلی برنامه رو ریختیم، میرسیم به مرحله اجرا و پیاده‌سازی پروژه. این مرحله به نظر من با مرحله تست به شدت اتصال تنگاتنگ. به همین خاطر بیایید بهش بگیم مرحله پیاده‌سازی و تست. یعنی بر اساس منابع به نظرم صرفاً مرحله پیاده‌سازی یا ایمپلمنتیشن نیست. تو این مرحله بر اساس اون طرحی که داریم شروع می‌کنیم و هر بخش مجزای کوچیک رو یکی یکی می‌سازیم و اون قسمت ارتباط بین بخش‌ها هم به ما توی اجرا و برنامه‌نویسی کمک میکنه. به محض اینکه هر کدوم از بخش‌ها رو کدزنی کردیم، حتما باید سعی کنیم تا تستش کنیم. درسته که اینجوری زمانی که صرف برنامه‌نویسی میشه رو بیشتر میکنیم، ولی باور کنید این زمان نصف اون چیزی که بابت دیباگ کردن برنامه‌تون میذارید هم نیستش. پس هر بار که یه قسمت از برنامه رو اجرا میکنید یا یه فانکشن جدید مینویسید، سریعاً تستش کنید.
چون اگر مشکلی یا باگی وجود داشته باشه میدونید که تا قبل از نوشتن این تیکه از کد مشکلی نبوده و به احتمال زیاد خطا از همین جاست و اینجوری دیگه مجبور نیستید یک کد 1000 خطی رو برای پیدا کردن یه باگ بگردید و کل محدوده جستجوی شما برای اون باگ میشه همین فانکشن کوچولویی که همین الان نوشتید. و در نهایت اینجوری مرحله به مرحله برید جلو و کدهاش رو بنویسید. اگر در هر مرحله دیدید که فانکشنی دارید که داره چند تا کار متنوع میکنه، برید توی طرح کلیتون و اون قسمت رو پیدا کنید و تبدیلش کنید به چند تیکه کد. و در نهایت شروع به نوشتن کدهای اون قسمت کنید و به محض تموم شدن کد اون بخش تستش کنید و این کار رو تا آخر برنامه انجام بدید. داشتن طرح کلی، نیازمندی‌ها و چالش‌ها و اینجوری کد زدن باعث میشه که پیچیدگی برنامه برای شما کمتر باشه و زمان کمتری رو صرف دیباگ کردن بکنید. دیباگ کردن ساده‌تر بشه و خب اگر برنامه‌ای پیچیدگی‌هاش برای شما کمتر باشه، اشتیاقتون افت نمی‌کنه و انگیزتون برای ادامه دادن آتیشی میمونه. همینطور اگر مشکل لاجیکالی توی برنامه شما باشه، کافیه طرح کلیتون رو یه نگاه بندازید. میتونید در اکثر مواقع مشکل لاجیکال رو پیدا کنید و باور کنید بهتره که 1000 خط کد و چندین فایل رو بگردید تا اون رو پیدا کنید. پس عجله برای نوشتن برنامه نکنید. قبل از برنامه و هر پروژه‌ای خوب فکر کنید. حالا که ما بحث پیچیدگی‌های یه پروژه رو تونستیم با عجله نکردن و طی یک سری مراحل تا حدود زیادی مدیریت کنیم، میرسیم به یکی از دلایل دیگه که ممکنه پروژه شما شکست بخوره و اون مدیریت ضعیف زمان. مثلا اون اوایل که چت جی پی تی خیلی صدا کرده بود، من و دو تا از بچه‌ها که مهندسی کامپیوتر خونده بودن و یکیش هم ارشد هوش مصنوعی بود، اومدیم یه کتاب به نام The ChatGPT Millionaire رو شروع کردیم به ترجمه. خب برنامه اینجوری بود که بیایم و این کتاب رو قبل از مهر ماه بدیم بیرون، ولی خب روند ترجمه به خاطر مریض شدن بچه‌ها طول کشید و به جایی رسید که دیگه ترجمه کردنش صرف اقتصادی نداشت، چون از اون بمب بودن چت جی پی تی و اخباری که همش داشت در مورد چت جی پی تی میگفت در اومده بودیم و دیگه نمیتونستیم به اون صورت فروش خوبی داشته باشیم. پس پروژه رو ترک کردیم، هرچند بخش زیادیش ترجمه شده بود و من هنوز فایلش رو دارم. این شکست به دلیل مدیریت ضعیف زمان بود. ما باید جوری مدیریت می‌کردیم که 100 و خورده سفر رو توی 2 ماه 3 ماه تموم کنیم، ولی خب مدیریت زمان نکردیم و باعث شد که پروژه شکست بخوره. یا مثلا همین پادکستی که الان دارین گوش میدین تازه ساخته شده و اگر ما مدیریت زمان نداشته باشیم، در نتیجه باعث میشه که اون تداوم و پایداری رو نداشته باشه. پس این پروژه کم کم شکست میخوره یا خیلی طول میکشه که به یه سری شنونده فعال برسه. درسته، دقیقاً. پس به طور کل مدیریت زمان، چه تیم باشید چه حتی فرد باشین، مثلا مثل یه پروژه پادکست یا یوتیوب تک نفره به قول تو شایان، باید مدیریت زمان داشته باشید. مثلا باید سر ساعت فلان هر 2-3 روز یک بار یه پست داشته باشید. اینجوری حتی الگوریتم یوتیوب مثلا به شما اهمیت میده چون تداوم رو توی شما میبینه. خیلی جالبه ها. برای ماشینم چیز مهمیه امروز این تداومه. مثلا کار شما ادامه دار باشه، ماشین هم تو رو آدم ثابت میکنه، میارتت بالا، نشونت میده به بقیه، ساپورتت میکنه و همه اینا بخش زیادیش ربط داره به مهارت مدیریت زمان. و من به نظرم وقتی که ما به مرحله نیازمندی ها میرسیم اینو باید بنویسیم. چی رو باید بنویسیم؟ این که مثلا نیازه که حتما توی 2 ماه این کار رو تموم کنیم. خب این باعث میشه که از قبل پیش بینی کنیم این رو و سعی کنیم توی اجرامون یه فضا به این قضیه بدیم و بهتر بریم جلو. نکته جالبی بود. حالا موضوعی که وجود داره اینه که ما میتونیم این مشکل مدیریت ضعیف زمان رو با کم کردن اهمالکاری و البته کاملگرایی حلش کنیم. اهمالکاری میتونه باعث عقب افتادن پروژه ها بشه و بعضی اوقات باعث بشه که کلاً قید پروژه رو بزنیم. یه اهمالکار کاراش رو به روزهای بعد موکول میکنه و در نهایت نمیتونه به موقع اون کار رو تحویل بده. این مسئله توی کارهای تیمی مشکل سازه، چون که عملکرد اون آدم بر روی کارهای دیگران هم تاثیر میذاره، همونطور که کاملگرایی این کارو میکنه. کاملگرایی که نوع ناسالم کمالگرایی هست که باعث استرس و اهمالکاری میشه، یعنی بخواید کاراتون رو به بهترین و کاملترین شکل ممکن انجام بدید. خب این بد نیست، اما اگر ما عنصر پیشرفت در مسیر رو فراموش کنیم و نخوایم به پیشرفت توی این مسیر فکر کنیم و بخوایم یه شبه به بهترین و کاملترین ورژن ممکن برسیم، میتونه باعث بشه که پروژه به عقب بیفته و میل باطنی ما برای انجام پروژه کاهش پیدا کنه. دقیقاً شایان. مثلا یک کاملگرا ممکنه به دلیل ترس از شکست یا احساس اینکه هنوز کار به اندازه کافی خوب نیست، حتی شروع کارش رو به عقب بندازه یا پروژه رو نیمه کاره رها کنه. آره، حالا اعمالکاری دلایل خیلی زیادی داره و بعضیش واقعاً جالبه. مثلا مورد اول ترس از شکست. مثلا فکر کن یه پروژه سنگین داری و تو مغزت این فکر نکنه درست تمومش نکنم یا نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه،
همین ترس باعث میشه حتی شروع کردنش هم برای سخت بشه. مورد دوم، کاملگرایی. کاملگراها همیشه دوست دارن کارا رو بی‌نقص انجام بدن. همین باعث میشه هی با خودشون بگن هنوز آمادگیشون ندارم یا باید بیشتر روش فکر کنم. و خب این تفکر میتونه یه چرخه بی‌پایان بشه. مورد سوم، بی‌علاقگی و نبود انگیزه است. یه سری وقتا هم کلا به اون کاری که باید انجام بدی علاقه نداری یا اسم میکنی اصلا ارزش وقت گذاشتن نداره. نتیجهش اهمال کاری. حالا یه نکته مهم اینه که اهمالکاری یه جورایی یه واکنش روانی به استرس و فشار هم هستش. وقتی اسم می‌کنی یه کاری رو نمیتونی از پسش بر بیا یا خیلی بزرگ و غیر قابل کنترل به نظر میرسه اون کار، مغزت شروع میکنه به فرار از اون کار. خب حالا اگر شما سعی کنید که مهارت مدیریت زمان رو یاد بگیرید و خودتون رو موظف کنید که یه کاری رو سر وقتش انجام بدید و به برنامه‌ای که نوشتید پایبند باشید، تا حدود خیلی زیادی از منجلاب اهمالکاری در میایید. اما کاملگرایی باعث اهمالکاری هم میشه، چون میل باطنی شما رو برای انجام پروژه کاهش میده و در نهایت نبود انگیزه باعث میشه که هی امروز و فردا کنید. برای مقابله با کاملگرایی میتونید این چند تا راهکار رو به کار بگیرید. یکی این که اهداف واقع گرایانه برای خودمون تعیین کنید. اهداف کوچکتر و قابل دستیابی‌تر تنظیم کن که بهت اجازه بده گام به گام جلو برید. دو اینکه اشتباهاتمون رو بپذیریم. یعنی باید بپذیری که اشتباه کردن بخشی از روند یادگیری و پیشرفت. سه اینکه تمرکزمون رو روی پیشرفت تدریجی بذاریم، نه اینکه حتما کارمون کامل بشه. به جای تمرکز بر نتیجه بی‌نقص، به بهبود تدریجی اهمیت بده. یک کلام از مسیر لذت ببر. اتفاقا نیما یه کامنت باحال دیگه هم گذاشته که گفتم بد نیست این آخر کاری بگیمش. میگه که یه چیز دیگه هم هست که از دیولینگو قرضش میگیرم. توی دیولینگو یه جمله جالبی نوشته بود که ملکه ذهنم شد و اون این بود که کامل بودن مهم نیست و ادامه دادن مهمه. ادامه بدید. در شروع پروژه‌هاتون عجله نکنید. از مسیر و یادگیری که دارید لذت ببرید و در نهایت اصول طراحی پروژه رو جدی بگیرید. امیدوارم که این اپیزود به شما در هر کجای این کره خاکی که هستید برسه و تونسته باشه تاثیر خودش رو بذاره. مرسی که با من و شایان بودید. در قسمت بعد ما در رابطه با عینک‌های متا و موتورهای جستجوی چهره صحبت می‌کنیم که بسیار خطرناک هستن و حریم شخصی شما رو تحت تاثیر قرار میدن. و در نهایت بهتون میگیم که چطوری میتونید عکستون رو از این موتورهای جستجو پاک کنید. با ما باشید تا درودی دیگر. بدرود. فعلا